ما چیکار دارم؟ شیرازی میخواست کجا بره، ترکیه میخواست چیکار بکنه؟ ما چرا از آبادی خودم نگم که میدانم چی به سرش آمده. ها یه علی آبادی بود، یه سرکار سواری بود که سرش زیر آب کردن. یه ننه آقا بود که شوهر کرد، یعنی شوهرش دادن. آخرش نفهمیدیم شوهر میدن یا شوهر میکنن، فرقی هم نمیکنه. یه لیلایی بود یه لیلایی بود یه لیلایی بود یه لیلایی بود که تازه همیشگی هم نبود. آخه بابا این چه دنیاییه که نویسندش هر وقت هر که بخواد میاره، هر که بخواد میبره، هر بلایی بخواد سر هر کی میاره. یک کسی بیدبخت میکنه 10 تا رو سیاه‌بخت. ما این دنیا رو دوست ندارم.